به نام خدا. سلام عزیزان، اومدیم با قسمت 4 آموزش مکعب روبیک 3 در 3. خب قبل آموزش چنل رو سابسکرایب پیوستن بزنین، لایک و کامنت فراموش نشه و بر دوستاتون هم بفرستین. میریم برای آموزش. یه مرور. قسمت اول مفاهیم رو گفتم، قسمت دوم گفتم خانم‌ها رو باید دور خورشید جمع کنیم، قسمت سوم گفتم که خانم‌ها باید بیان دور ما و کفشاشون هم جفت باشن، قسمت چهارم که بعد آقا رو بیارین سر خونه هاشون، یعنی اینجا سفید باشه، کلا یه سطح سفیدی ما درست کنیم. خب ما چند تا آقا داریم. آقایی که اول میخوام دستون آقای خوبه. آقای خوب اینجا و اینجا قرار میگیره، در گوشه ها مهم نیست این باشه این در گوشه بالا قرار میگیره. این آقای خوبه. اول بعد کلاهش رو با مرکز ست کنیم، اینجا کلاه حساب میشه، کلاهش رو با مرکز ست کنیم. خب کلاهش قرمزه، ست نیست، حالا ست شد، قرمز و قرمز ست شد. داستان اینجا در میزنه میره کنار، جهت مخالف میره. آقا اگه سمت راست بود میره در که میزنه میره سمت راست بود میره سمت چپ، اگه سمت مثل این آقا اگه هم سمت چپ بود میره سمت راست، حالا مهم نیست. اینجا آقا هم سمت راسته، پس در میزنه میره کنار سمت مخالف. خانوم در باز در بسته، خانوم در باز میکنه، آقا میاد تو، در بسته میشه. این شد آقای خوب. میگردین آقای خوب دیگه. اول که کلاهش با مرکز ست میکنیم، میچرخونیم کلاه با مرکز ست شد. خب میگم آقا در میزنه میره سمت مخالف، خانم در باز میکنه، آقا میاد تو، در بسته میشه. یا آقای خوب دیگه مرکز اینجا کلاهش قرمزه، با مرکز ست میکنیم، میگیم در میزنه میره کنار، در باز میشه، خانم در باز میکنه، آقا میاد تو، در بسته میشه. یکی دیگه مونده اینجا، اینجا هم آقای خوبه. شانسشون آقای خوب در میزنه میره کنار، البته کلاهش هم ست، حواسم بود کلاهش هم بعد اول ست کنیم. حالا کلاهش که ست هست در میزنه میره کنار، در باز میشه، میاد تو، در بسته میشه. این شد آقای خوب. خب رسیدیم به بخش دوم، آقای سر به هوا. آقای سر به هوا سرش سمت خورشیده، آقای سر سفیدش، سرش باید همیشه سفید باشه، چون خانم هم گفتیم سفید، آقا هم باید سفید باشه سرش، جای خورشیده، سر به هواه. خب ما بگیم چیکار کنیم؟ بعد مرکز نیاز نداره، اینجا میگیم در باز میشه، بدو. حالا اینجا بدو نگاه اینجوریه، بدو یعنی دوبار میره، فهمیدین؟ پس در باز بدو به سمت چپ. میتونین یه کاری هم کنین به سمت راست انجام بدین، میگیم در باز بدو در بسته. خب اینجا یه آقای خوب داریم، میگم آقای خوب میاریم مرکزشو ست میکنیم و در میزنه میره کنار، در باز میشه، میاد تو، در بسته میشه. یک آقای اینجا گوشه ها رو نگاه کنیم، وقتی شما مثلا اینجا اشتباه انجام بدونین، این وقتی کلا سفید کامل میشه بعد این خط کامل باشه دیگه. اینجا من یه اشتباه داشتم، مثلا اینجوری، اینجا مثلا این موره باید یه جای دیگه باشه، جاش اینجا نیست. چه کار میکنیم؟ مردایی که اشتباه جا افتادن رو در باز میکنیم، بدو در بسته، آقا رو میندازیم بیرون. حالا آقایش آقای خوب مرکز ست میکنیم، در میزنه میره کنار، در باز میشه، میاد تو، در بسته میشه. میبینی که مثلا اینجا خط کامل شد، یعنی درسته. نگاه میکنیم اینجا یه دونه آقای سر به هوای دیگه داریم، در باز میکنیم، بدو در بسته. خب آقای خوب شد. آقای خوبم که مرکز ست میکنیم، در میزنه میره کنار، در باز میشه، میاد تو، در بسته میشه. خب من با بخش سوم، آقای غریبه، آقای طبقه اولی. اگه نگاه کنی اینجا آقای طبقه اولی، طبقه اول داریم، چیکارش کنیم؟ مثل که گفتیم اینجا گوشه ها خراب میافتاد، مینداختیم آقا رو بیرون، همینجوری در باز میشه، بدو در بسته میشه.
خب یا آقای سربعوض، آقای سربعوض که میدونستیم دیگه، در باز بدو در بسته. یا آقای خوب داریم مرکز با مرکز در میزنه میره کنار، در باز میره تو، در بسته میشه. خب دیگه چی داریم؟ یا آقای خوبه دیگه، مرکز با مرکز در میزنه میره کنار، در باز میشه میاد تو، در بسته میشه. این هم از این مرحله بچه کنین که ببینین این خط کاملی و یه دست باشه، اشتباه نداشته باشه. این از مرحله سوم مرحله تموم شد. خب قسمت 4 تموم شد. تا آموزش دیگه یا حق.